به من بینم کمک کنی. گشنمه. چند روزه چیزی نخوردم. رفقا میخوایم بریم ببینیم با 5 ساعت گدایی چقدر میشه پول در آورد. چرا اینقدر اکدیگر و گدا زیاد شده تو شهرمون؟ بریم ببینیم چطور داستان. اول باید لباس عوض بکنیم. خب ما تا داریم لباسامون رو پاره پوره میکنیم و ظاهرمون رو عین گداها میکنیم، اون دکمه سابسکرایب رو بزن، لایک هم بزن، بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. باید حسابی ظاهر خودمون رو شکل آقایون تکدیگر بکنیم. درستشون میکنیم. مردم دارن نگاه میکنن. خب گفتی کفشان نو هم؟ الان درستشون میکنم. خب اینم باسی پاره پوره بکنیم. خب رفقا تا آماده میشم یه خاطره از یکی از این گداها واسهتون تعریف کنم که پشماتون بریزه. هیچ وقت یادم نمیره چند سال پیش یکیشون بهم گفت اگه روزی کمتر از 1,000,000 تومان در بیارم اون روز اصلا روز خوبی واسم نبوده. این در حالی بود که مرحوم پدرم بعد از 37 سال خدمت کردن توی ارتش حقوقی که واسه مادرم ازش به جا مونده بود 1,500,000 تومان میشد. حرفای جالب زیادی گفت. البته تأسف بار بودن، مثلا اینکه لباسامونو قبل از شروع به کار جوری میپوشیم که مردم دلشون واسمون بسوزه، یا حرفایی رو تمرین میکنیم بهشون بگیم که دلشون به رحم بیاد و حتما بهمون پول بدن. واسه همینه که اینجوری دارم خودم آماده میکنم. یه کمکی به ما بکنید. سناریوی اولم گریه و ادعای گشنگی بود. چقدر میخوایم بریم؟ در حد غذایی باشه هم سیر بشیم. گشنمه چیز زیاد دست در نکنه. پارتان نزدیکه؟ شرمنده. چند روز غذا نخورم. اگه گداها هر روز به امثال شما بر بخورن همه گداها پولدار میشن. کاش همه مثل شما کمک بکنن. این 100 تومن و الان 50 تومنش رو میدم فلافل، 50 تومنش هم تریاک میگیرم مصرف میکنم، بدنم درد میکنه. حاجی بعد تریاک فلافل خیلی میچسبه به خدا. تزریق گرونه حیف. کاش 150 میدادی تزریق میکردم. این بار سناریوی یک گشنه معتاد رو اجرا کردم. آخ مردم از گشنگی حاجی تو رو خدا یه پولی به من بده. بیا اگه جایی با خاطر من باید گشنمه. گشنمه. بابا این شکل عصران دکونداره. یه پول فلافلی به ما بده حداقل. بابا به خود فلافلی برو که بده. 200,000 تومان سیگار رو این چیزا تو جیبت فقط. نه بابا پول نیست. بگرد اون چی بود؟ این نه اون شکلات چیه؟ اینو بده بخوری. شکلات نیست بابا این. یه گشنمه بس بده. جاگی منم دوا کردی. 3 روز حشیش نکشیدم بدنم درد میکنه. آره پول از دکوندار دیگه. ما کجا؟ ما مثلا که حتی بچه‌ام ما سیگار ماشینی قرمز نگه داشتم. سفیدی چرا قرمز نیست که گشنمه. هم گشنمه هم مواد نکشیدم. نه به خدا مغزم رد داده. مواد نرسیده. ما الان میگم سیگار جوزم ماشینی. تو رو خدا. ببین عزیز من. سوراخ جواب اشتباه گرفتی. سوراخش کجاست؟ سوراخ جواب؟ نمیدونم همین سوراخی که میگی کجاست. ها طلا فروشی چیته؟ سوراخش اینجاست؟ آره همین طلا فروشی. سوراخش کجاست دست بزنم توش؟ برو داخلش نگاه کن. گشنمه یه کمکی بکنید. غذا نخوردم چند روزه. خب میبینید که مردم زیاد کمک نمیکنن، مخصوصا وقتی میفهمن که کسی اعتیاد داره. ولی چند باری بحث اعتیادو که گذاشتم کنار، فقط گفتم گشنمه، یه 100 تومن کمک کردن. این آقا هم قبول کرد یه ساندویچ 50 تومانی واسم بگیره. کاسبی اصلا خوب پیش نمیرفت، واسه همین تصمیم گرفتم دنبال افرادی بگردم که به چهرهشون میخوره خیلی با شخصیت و آرومن و میشه ازشون درخواستای محیرالعقول و بی‌شرمانه‌ای کرد. آقا یه پولی به من بده گشنمه برام غذا بخورم. شما یه شماره کارت بدید چشم. الان براتون شما بدید. شماره کار نقدی نداری به من بدی؟ چقدر میخوای برام بزنی؟ 20 تومن. فلافل 50 تومن. قربونت برم. اگه میبینید شماره کارت میگم 50 تومن بده دیگه فلافل بگیرم. شماره کارت میدم 50 میدی؟
20. باش چی بخرم خب با 20 تومن؟ دیگه قربونت برم. شرم. بگو چی بخرم؟ خودم منم الان با همین 20 تومنم خب 20 تومنو میدی؟ میدم برات انتقاد. اگه تا اینجا همراهمون بودی سابسکرایب رو بزن، بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. آخ مردم از گشنگی. آخ مردم از گشنگی. حاجی یه کمکی به ما بکنید. به خدا 3 روز مواد نزدم، گشنگی هم داره پدرمو در میاد. یه 10 تومن به ما بده. ما ندارم، ما مشتری میخوام چیز بخرم. خب یه 10 تومن به ما بده، یه فلافلی. یه فلافلی. من ندارم، پول ندارم. به پات میافتم، به پات میافتم. اصلا به پام ندارم. من ندارم پول. کارت دارم. بریم کارت خان. بریم آقا بریم. من اصلا ندارم. باشه با داد نه. بیا اینجا. آقا این ویدیو ضبط می‌کنیم. که بزنتمون. آقا ما داریم ویدیو ضبط می‌کنیم ببینیم مردم چقدر به گداها کمک می‌کنن. به گدات داریم کمک می‌کنم با نه همه. اینقدر کمک کردن الان. نه همه. پولاشونو پس میدیم البته نمی‌بریم واسه خودمون. من خدا شده حرف زدم که همچین جور وقت. قربونت. چرا به رفیقت نگفتی؟ حقیقت چهار تا بدیان. ندی بود بزنید. حاجی اگر اجازه بدی ما ویدیو رو پخش بکنیم. مشکلی نداری؟ اوکی آقا. یه لایک بدیم ویدیو نشون بده فردا داستان درست نشه. تایید و داد آقا. دمت گرم آقا با اجازه. آقا چند روز چیزی نخوردم، یه کمکی بکن. جون عزیزت یه کمکی بکن. آقا یه کمکی بکن گشنمه. راستی رفقا از این به بعد هر 2-3 روز یه بار از این جور ویدیوها واسهتون آپلود میکنم. اگه تا الان سابسکرایب نکردی همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن. اومدن. چند روز چیزی نخوردم، در حد یه ساندویچ کمک کنید به من گدا. هیچ پول یه ساندویچ. با شما آقا چرا کمک نمی‌کنن اینا؟ گشنمه. چرا رحمشون نمیاد این مردم؟ آقا شما میخوای کمک کنی؟ 50 تومن بده یه ساندویچ میگیرم. اگه ببرم ساندویچی برام 50 تومن بده یه ساندویچ بگیرم، یکم هم مواد بگیرم. نه اگه میخوای ببرم ساندویچی هم گشنمه هم مواد بهم نرسیده، صادقانه بهت بگم. دروغ چه؟ گشنه میتونم گشنمه ولی بعدش دیگه مواد که نرسه اصلا دیگه مواد اصل کاریه. با دوتا مواد بریم ساندویچ برام میگیری؟ یه ساندویچ 50 تومانی میگیری؟ دستت درد نکنه. آقا بیا. گول خوردن بیا. آقا ما همینجا ویدیوی تکدیگری رو قطعش میکنیم. خیلی شغل سختیه. یه خسته نباشید میگم به خواهران و برادران متکدی و گدا. 1-2 بار درگیر شدیم. کتک قرار بود بخوریم. یه چند تا از این سوراخ‌ها که میبینید تو کتکایی که خوردیم ایجاد شد و در نتیجه 170,000 تومان توی 45 دقیقه ما در آوردیم. حتما دکمه سابسکرایب رو بزن، لایکم بزن، ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. ما هر هفته 2-3 روزی یه بار، 3-4 روزی یه بار از این ویدیوها داریم. تو رو خدا سابسکرایب کنید، نیازمندیم به حضور سبز شما.